بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام. یکی از شبهاتی که پیرامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام توی فضای مجازی شنیده میشه یا دیده میشه این هستش که میگن مگه ائمه شیعه قائل به علم غیب نیستن، یعنی علم غیب ندارن؟ چرا پس امام حسن مجتبی با زنی ازدواج میکنه که بعداً باعث مسمومیت و شهادت ایشون میشه؟ در این باره کلیپی از آقای عقیل هاشمی با هم دیگه ببینیم. حسن انتخاب همسر نادرست کرد که اون زنش او رو کشت. خب این هم یه تصمیم اشتباه بود. مگر میشه حضرت حسن انتخاب همسر و ازدواج با همسری که او رو به قتل رسونده کار درستی باشه؟ دقت بفرمایید، حضرت حسن میگی توسط زنش کشته شد. پس یا اینکه کشته شدن قتل یک امام کار درستی باشه یا ازدواجش کار درستی باشه، هر دو تا نمیشه درست باشه. اگر چون حضرت حسن ایشون رو تایید کرد به عنوان یک همسر، وارد منزل خودش کرد، شریک زندگی شد و حضرت حسن با این اقدامش زمینه قتل یک امام معصومی که خودش باشه رو فراهم کرد. یعنی حضرت حسن خودش مسبب قتل یک امام معصوم شده و قتل امام معصوم حکمش چیه؟ از گناهان کبیره است. حضرت حسن سبب شد که یک امام معصوم کشته بشه، یعنی خودش رو زنی رو انتخاب کرد که یک امام معصوم رو به قتل میرسونه. علم غیب هم که میگی داشت، کدوم یک اشتباهه؟ ازدواجش با اون زنه درست بود یا اشتباه بود؟ چی میگید؟ میگید درست بود. خب قتل پس با این وضع صورت گرفت که نتیجه اون ازدواج قتل صورت گرفت. اگر ازدواج اشتباه بود، خب امام معصوم پس اشتباه مرتکب شد. خب ببینید توی این کلیپ آقای عقیل هاشمی میاد میگه که اگر قرار هست که ما قائل به علم غیب باشیم برای ائمه، اینجا یک نقصی به امام حسن مجتبی وارد شده، چرا که ایشون با اینکه علم غیب داشتن ولی متاسفانه نتونستن از اون استفاده کنن و اینکه تشخیص بدن با زنی ازدواج کردن که باعث در واقع مسمومیت و شهادت ایشون شده. برای پاسخ به این سوال ما باید هم از قرآن هم از کتب اهل سنت، که خب من احساس میکنم این آقا احتمالاً به کتب خودشون خیلی مسلط نیستن، اول از قرآن شروع کنیم. بالاخره هر آدم مسلمانی تو طول زندگیش قرآن رو مسلماً میخونه. یک سری آیاتی داریم که بیان میکنه خداوند به برخی اجازه میده و بهشون علم غیب میده، مثل آیه 179 سوره آل عمران. خداوند میفرماید و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء. خداوند قرار نیست که در واقع شما رو از علم غیب آگاه کنه، ولی خدا از میان فرستندگانش هر کسو که بخواد برای آگاه کردن از علم غیب برمیگزیند. پس از این آیه و از دو تا آیه دیگه ببینید، آیات 26 و 27 سوره مبارکه جن میفرماید که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، یعنی خداوند دانای به غیبه و هیچ کس رو بر این غیب آگاه نمیکنه. ولی بلافاصله در آیه بعدی خداوند میفرماید الا من ارتضی من رسول، یعنی مگر پیامبرانی که خداوند برگزیده است تا به اونها علم غیب بده. پس علم غیب غیر از خدا برای دیگران هم امکانش هست که باشه. از طرف دیگه این آقا یه جوری صحبت میکنه که انگار فقط شیعه قائل به علم غیب برای ائمه هستن، در صورتی که آقای ابن تیمیه که در واقع امام بزرگ وهابیت محسوب میشه و این رو به عنوان معلم اول خودشون قبول دارن، این آقا اومده در کتاب منهاج السنه به نقل از علامه هلی رحمت الله علیه میگه که امیرالمومنین علی علیه السلام از علم غیب خبر داده و علم غیب داشتن. کتاب منهاج السنه از آقای ابن تیمیه جلد 8 صفحه 135. ابن تیمیه اینجا داره جواب علامه هلی رو میده، میاد میگه که اما الاخبار به بعض الامور الغائبه، میگه اما خبر دادن به بعضی از اخبار غیبی، خیلی کسایی بودن که خبر از اخبار غیبی دادن و درجهشون هم و منزلتشون هم از حضرت علی علیه السلام خیلی پایین‌تر بوده و در واقع شأن حضرت امیرالمومنین خیلی بالاتر از این حرفاست که ما بیایم بگیم ایشون علم غیب داشت و از این حرفمون شگفت زده بشیم. و در ادامه هم میاد میگه اتباع ابوبکر و عمر و عثمان کسانی بودن که از علم غیب هم خبر دادن، هرچند درجهش خیلی ضعیف‌تر از اون چیزی که امیرالمومنین خبر میداد، ولی بالاخره خبر دادن. و در واقع با این حرفش میاد و میخواد جواب علامه هلی رو بده که علم غیب باعث نمیشه که ما بگیم فلانی امام هست و ارجحیت داره، ولی از همین کلام ایشون برمیاد که قبول دارن که حضرت امیرالمومنین داره علم غیب بوده. این یک نکته. نکته بعدی در تفسیر آقای آلوسی. آقای آلوسی بالاخره یکی از بزرگان اهل سنت هست که وهابیت هم ایشون رو خیلی قبول داره. در تفسیر روح المعانی خودشون، اگر این رو هم با هم دیگه ببینیم، در جلد 20 صفحه 11 ذیل آیاتی که در مورد علم غیب هست میاد میگه این علم غیبی که در این آیات بیان شده و از اون در واقع
نفی شده از دیگران و فقط به خداوند نسبت داده شده، علم غیب مستقل هست. یعنی چی؟ یعنی به ذات شخص دارای علم غیب باشه، این مخصوص خداست. بعد در ادامه میاد میگه کسی که ادعا کنه شخصی علم غیب داره به طور مستقل، میگه این شخص بدون شک قطعاً کافر هست و نباید کسی همچین ادعایی بکنه. با آیه 27 سوره جن اشاره میکنه و میگه که طبق این آیات خداوند از علم غیب خودش برای هر کس که اون رو برگزیده در نظر گرفته. پس علم غیب استقلالی و غیر استقلالی رو میاد و بیان میکنه. این هم از آقای آلوسی. نفر بعدی آقای قرطبی هست. ایشون هم متوفای 571 در تفسیرشون به صراحت میگه علم غیب فقط مخصوص خداست. کسی که بخواد به علم غیب خدا هم دسترسی پیدا کنه اون هم دست خداست. یعنی هر کسی که خدا دوست داشته باشه بهش علم غیب میده. این کتاب الجامع لاحکام القرآن نوشته آقای قرطبی، جلد 8، چاپ اول از بیروت و صفحه 402. خب شما ببینید در مورد علم غیب میگه که علم غیب مخصوص خداست و کسی که بخواد به این علم غیب برسه لا یملک الا هو فمن شاء اطلاعه علیها اطلعه. یعنی کسی که خداوند بخواد اطلاع پیدا کنه از علم غیب خودش به اون اطلاع میده. پس به صورت غیر استقلالی کسانی میتونن دارای علم غیب باشن و این فقط ادعای شیعه نیست. اینها کسانی هستن، علمایی هستن که بسیار شناخته شده، از ابن تیمیه گرفته تا قرطبی. کسان دیگری هم این رو گفتن ولی وقت ما اجازه نمیده. حتی توی کتاب‌های اهل سنت، آقای عقیل هاشمی توی کتاب‌های اهل سنت، کتاب‌های خودتون آقای ابن عثیمین یک سری پیشگویی‌هایی رو که در واقع از علم غیب ابوبکر خبر میده بهش اشاره کرده. برای نمونه ایشون در کتابشون ذکر کردن که آقای ابوبکر از فرزندی که در شکم همسرش بوده خبر داده. در کتاب العقیدة الواسطیه جلد 2 صفحه 304 ان الله اطلع علی ما فی بطن زوجته، خداوند به ابوبکر خبر داد از آنچه که در شکم همسرش هست، که دختره یا پسره. اون زمان که سونوگرافی نبود، خداوند به ابوبکر خبر داده و ابوبکر هم گفته که فرزند تو دختر هست. خب شما ببینید همچین فضایلی رو شما برای ابوبکر قائل هستید و خیلی نباید چیز عجیبی باشه برای شما، هرچند ما همچین چیزی رو قبول نداریم، ولی خب تو کتابای شما هست که ابوبکر همچین در واقع چیزی رو داشته که پیشگویی کنه از آینده. یا غیر از اون تو فضائل عمر، وقتی میخواید از فضائل عمر ابن خطاب نقل روایت کنید به اون جریان معروف اشاره میکنید که از نافع نقل شده که میگه که عمر ابن خطاب گروهی رو به جنگ فرستاد، تو اون جنگ هایی که با ایرانیان داشتن. بعد مردی رو به نام ساریه در واقع به عنوان فرمانده اونها انتخاب میکنه و این شخص با اون لشکری که داره به سپاه به جنگ با ایران میره. در روز جمعه عمر مشغول خطبه خواندن بود که ناگهان وسط خطبه خوندن خودش میاد و میگه که ای ساریه به کوه پناه ببر، به کوه پناه ببر. با هم دیگه کتابش رو ببینیم، کتاب دلائل النبوه صفحه 579. ببینید این روایت رو. میگه عمر یه گروهی رو جمع کرد فرستاد برای جنگ با سپاه ایران. فرمانده این سپاه رو ساریه بود. ساریه رو گذاشت فرمانده سپاه و فرستاد. بعد در روز جمعه که عمر داشته در واقع خطبه میخوند گفتش که یا ساریه الجبل، یا ساریه الجبل. مردم تعجب کردن، ولی بعدن که ساریه از جنگ برگشت گفت که در همون روز، در همون ساعت روز جمعه صدای عمر رو شنیده که بهش گفته به کوه پناه ببر، به کوه پناه ببر و منم به کوه پناه بردم و نجات پیدا کردم. خب این نشون میده که عمر هم در واقع علم غیب داشته. حالا یه سوال، خود این آقای عمر که علم غیب داشته و میدونسته که ساریه تو اون جنگ تو چه وضعیتی هست که بهش هم در واقع گفته، با اون که طبق این روایت 1 ماه فاصله راه بوده تا اونجا، چطور تونسته اون آقای ساریه صدای عمر رو بشنوه؟ پس این یعنی از فضایل عمر میشه. اون وقت ما سوالمون این هست، این آقای عمر که از بندگان برگزیده خداست، همچین فضیلتی رو داره، چرا از علم غیبش استفاده نکرد و متوجه نشد که ابولولو قراره با خنجر اون رو بزنه؟ آقای هاشمی و دیگران باید بیاید پاسخ بدید. شما که قائل به این هستید که عمر ابن خطاب هم علم غیب داره، چرا با خبر نشد؟ اما از نگاه شیعه ما نگاهمون همون نگاهی هستش که قرآن داره
و در روایات خودمون اومده. یعنی علم غیب انبیا و اوصیا به واسطه و با اذن پروردگار صورت میگیره. شما ببینید حضرت نوح و حضرت لوط علیه السلام اگر میخواستن، به نظرتون نمیتونستن از علم غیبشون استفاده کنن و با اون زنان ازدواج نکنن؟ قطعا میتونستن، ولی آیا این کارو کردن؟ خیر. چرا؟ چون اجازه همچین کاری نداشتن. یا یه نکته دیگه، کسی مثل آصف ابن برخیا که جریان تخت ملکه سبا رو که از اون سرزمین سبع آورد خدمت حضرت سلیمان، آیا جای دیگه از قرآن سراغ دارید که از این قدرت خودش استفاده کرده باشه؟ خیر، چون همه چی باید به اذن خدا باشه. یا حضرت مسیح علیه السلام، مگر نه اینکه گل رو به شکل پرنده‌ای در آورد و در اون دمید و تبدیل به پرنده شد، یا اینکه به مرده دست میزد مرده زنده میشد طبق آیات قرآن؟ پس چرا نتونست از مرگ مادر خودش حضرت مریم سلام الله علیها جلوگیری کنه، یا حتی بعد از مرگش ایشون رو زنده نکرد؟ چون که قرار نیست از چیزی که دارن استفاده کنن. در واقع داشتن علم غیب یک سعه وجودیه و به معنای استفاده آزاد از اون تو هر حالتی نیست. پیامبر خدا طبق گفته قرآن هم دارای طی الارض بودن، قدرت طی الارض داشتن، همونطور که در سوره اسراء به اون اشاره شده، و هم دارای قدرت طی السما بودن که در سوره نجم به اون اشاره شده. پس چرا تو جریان لیلة المبیت با اون همه سختی خودشونو به غار میرسونن؟ آیا نمیتونستن با یک طی الارض خودشونو به غار برسونن، یا اصلا با یک طی الارض برن به مدینه و این سختی ها رو به جون نخرن؟ چرا میتونستن. اما خداوند میفرماید و ما کان لرسول ان یأتی بآیة، بدون اجازه خدا هیچ معجزه‌ای نمیتونن بیارن الا باذن الله. در واقع هیچ رسولی نمیتونه از پیش خودش معجزه‌ای بیاره مگر به فرمان خدا. داشتن علم غیب هم مجوز استفاده همیشگی برای اینها نداشته. امام حسن علیه السلام هم میتونست از علم غیب خودشون استفاده کنن، ولی در امور عادی اجازه استفاده از این رو نداشتن، پس انجام ندادن، چون قرار نیست که اینها زندگیشون از زندگی عمومی مردم جدا باشه، چون قرار هست که ائمه ما به عنوان الگو و اسوه برای مردم قرار بگیرن و این زندگی میطلبه که زندگی معمولی داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.